سلام. بالاخره کشتی مذاکرات عظما تو ساحل عمان به گل نشست و نرمش ذلیلانه ولایت بازم به خنس خورد. حالا دیگه تیویریش هم چاره‌ای جز اعتراف نداره. نشست 2 روزه گفتگوهای وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و نماینده 5+1 در مسقط پایتخت عمان پایان یافت. جان کری، اشتون و ظریف پشت درهای بسته 4 دور مذاکره کردند که تاکنون خبر خاصی از مذاکرات به رسانه‌ها داده نشده و ظاهراً قرار نیست هم داده شود. فقط عصر دوشنبه دوربین‌های تلویزیونی اجازه یافتند حدود 1 دقیقه از اتاق مذاکرات در هتل البستان مسقط تصویربرداری کنند. خبرنگاری از کری و ظریف سوالی کوتاه پرسید و جواب‌های کوتاه شنید تا دو طرف پس از 2 روز مذاکره اظهار نظر علنی کرده باشند. وزیر خارجه ایران در پاسخ به این سوال که آیا در حال پیشرفت در مذاکرات هستید گفت در نهایت پیشرفت خواهیم کرد. کری نیز گفت ما به شدت تلاش می‌کنیم. حالا این نهایتی که مم جواد ظریف ازش دم میزنه معلوم نیست چیه، اما هرچی که هست وعده اسخر خرمنیه که حالا دیگه حتی به درد شیر مالیدن رو سر بسیجی هم نمیخوره. اصل داستان مصیبت علی گدا بر سر دوراهی سرنوشته و دردی که الاغچی هم تو درمونش گیر کرده. بعد از ساعتها بحث ما هنوز در موقعیتی نیستیم که بتونیم بگیم حتی پیشرفت کردیم و البته در موقعیتی هم نیستیم که بگیم پسرفتی داشتیم. مذاکرات در همه ابعاد خودش ادامه داره. هر موضوعی که مورد مذاکره واقع میشه مسائل بسیار متعدد جانبی داره، پیچیدگی‌های بسیار زیادی داره، مسائل فنی زیادی داره، مسائل حقوقی زیادی داره، ابعاد سیاسی داره. خب 2 موضوع کلیدی وجود داره. بحث برداشته شدن تحریم ها، در حقیقت چگونگی برداشته شدن تحریم ها. شنیدید؟ آقا من نگفتم خود الاغچی گفت. عظما الان حالت کسی رو داره که رو اره نشسته، واسه همینه که نمیتونه پیشرفت داشته باشه نه پس رفت. این وسط یه عده بتونه کارم هستن که مثل این کارشناس بوق نظام با تته پته میخواد بگه وضعیت رو به راهه، ولی بدتر بند آب میده و وضعیت آشفته عظما رو لو میده. جمهوری اسلامی ایران معتقد هست که ما باید یک غنیسازی صنعتی رو داشته باشیم، اما طرف غربی همچنان تلاش میکنه تا از این حق جمهوری اسلامی رو در واقع ضایع کنه و به یک موضوع سمبولیک ایران رو متقاعد کنه. خوشبختانه هیئت جمهوری اسلامی ایران تمام توان خودش رو به کار بسته تا بتواند حقوق حقه جمهوری اسلامی رو اتخاذ کنه. آره جون خوده، تمام توانشون رو به کار بستن، به خصوص تو ورق پاره هاشون تو گدایی از طرف سابای غربی هیچی کم نذاشتن. ببین چه لهلهی میزنه واسه لغو تحریما. نیروهای چندگانه تاریک‌اندیش از درون و بیرون صورتهای بهتر همزیستی انسانی را در منطقه به همراه صلح جهانی در بوته تهدید وجودی نهادند. میزان و پایه رأی رئیس جمهور ایران و دولت وقت حاکی از خواست جامعه ایرانی در دستیابی به توافق با قدرت‌های جهانی است. توافقی که برای غلبه بر مشکلات اقتصادی درونی و تأمین امنیت منطقه و میلیون‌ها انسان دارای اهمیتی اساسی است. بابا موشکاف زبونش مو در آورد از بس گفت آقا جون مذاکراتو مثل عمامه ولی فقیه هی طول بدید، هی شلنگ تخته بندازید، هی ادا اطفال درارید، اما ته خط دوغم کف دستتون نمیاد. بیمایه فتیر علی گدا، ته خط یا پیچ بمبتو با میکنن یا پیچ شاسی تو.